ایلهام علیف پرزیدنت فعلی آذربایجان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که روز 11 اپریل برگزار شد اکثریت آرای انتخاب کنندگان را به دست آورده است. این در حالی است که گروه‌های اصلی مخالف حکومت این انتخابات را تحریم کرده بودند. کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان اعلام کرد که پس از شمارش 94% برگه‌های رای‌دهی ایلهام علیف بیش از 86% رأی انتخاب کنندگان را کسب نمود و بار چهارم پرزیدنت آذربایجان انتخاب شد. به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان میزان شرکت اهالی در این انتخابات 74.5% بوده است. بنابر آمار پیشکی همه گروه ها ایلهام علیف بیش از 80% رای های مردمی در انتخابات اشتراک نموده را کسب کرده است. با فکرم این پیروزی بزرگی نامزدی حزب ما است. این پیروزی حزب ما و مردم آذربایجان است. ایلهام علیف 56 ساله از زمان مرگ پدرش در سال 2003 رهبری این جمهوری عبارت از 10 میلیون جمعیت را بر عهده دارد. پیروزی ایلهام علیف در انتخابات پرزیدنتی آذربایجان در حال اعلان شد که قبلا سازمان هیومن رایتس واچ گفت این آوازدهی هیچ امکان انتخاب را برای دهندگان فراهم نآورد. اما مقامات انتخاباتی گفتند که در رای‌دهی شمار زیادی مردم اشتراک کرد. مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات وارد شدن شکایت‌ها در مورد تقلب را رد کرده و گفتند همه گزارش‌ها در این زمینه دروغ است. ولی یک سازمان مستقل ناظر انتخابات نوارهای ویدیوی آوازدهی در شهر کردمیر را ثبت کرد که در آن دیده می شود کارگران حوزه رای‌دهی قطعی دارای برگه‌های رای را با یک قطعی 2 برابر پرتر برگه‌ها عوض می کنند. مخالفان می گویند حکومت ایلهام علیف صدای انتقاد و اپوزیسیا را بسته مطبوعات و ژورنالیستان، فعالان سیاسی و مدنی را تعقیب می کند.